کتاب منبع علم و دانش، سرچشمه دریای عقل، مخزن فرهنگ ملی، پایه تمدن جهانی متمدن، خاصه آینه حیات و کلید در گنج سخن است. کتاب به انسان بهترین رازها، معلومات‌های ضروری و حیات آفرین را هدیه می‌سازد. خلق تاجیک از شماره آن خلق‌هایی است که به کتاب و کتابداری احترام و اعتقاد خاصه دارد. حالا در کشور عزیزمان صف کتابخوان‌های و کتاب دوستداران افزوده ایستاده است. مدت 2 سال است که با دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است تشکیل و گذرانیده می شود که باز هم توجه اهالی را بیشتر به کتاب و کتابخانه روانه می سازد. خوشبختانه از میان خوانندگان و تربیت گیرندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر پنجکند تعداد زیادی جوانان و نورسان در این آزمون با نفوذ شرکت ورزیده به دستاوردهای نظررس نائل گردیدند. رخشانه ناروا یکی از فعالترین اشتراکچیان آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است به شمار می رود که مدت 2 سال است سزاوار جایهای افتخاری می گردد. اگر در سال اول برگزاری آزمون از روی نامیناسیون خواندن و از برنمودن آثار ادیبان معاصر در دور نهایی موقع دوم را سزاوار گردیده باشد، امسال از روی نامیناسیون خواندن آثار ادیبان کلاسیک موقع اول را سزاوار گشت که باعث بالیده روحی استادان و همصنفان و والدان گردید. سراول منتداری خودم را به پیشوای معظم ملتمان میرسانم که نسبتی چونین آزمون ها را اعلان نمودند و فرزندای ما که همین خیلی لیاقت ها داشتند و بعد اشتراک نمودند در چونین آزمون ها مهارت خود را نشان دادند. لیکن پیش از این هم فرزندان من کتاب میخواندند، به خواندن کتاب مشغول بودند، شعر می نویستند، قرائت میکردند و در پس پرده بودند. بعد از آنه که پیشوای ملت ما چونین آزمون ها را برپا گردانیدند، بچه های ما برآمد کردند و دانش خود را صیقل داده باز هم از این زیادتر و زیادتر کتاب خواندند. وقت از آنه که من اولین بار رخشانه را گرفته به مکتب بردم، در پیشش کتابی صنف 8 را گذراندم، ماندم همون کتاب را رخشانه به خطاگی خواند. عین زمان رخشانه در صنف 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 به نام عبدالرحمن جامی شهر پنجکند تحصیل میکند و توسط اشتراک و غالبیت در اکثر آزمون و چاره‌بینی ها میان همسالان خود مقام و مرتبه خاصی را پیدا کرده. همزمان توانسته است تعداد زیادی همسالان خود را سوی دانش اندوزی و صاحب معرفت گردیدن روانه سازد. من بهره و دلداره خواننده صنف 8B یعنی همصنف نار و رخشانه می باشم. چنانه که می گویند کتاب گنجی بی‌بهاست، کتاب مخزن علم و دانش، تعلیم دهنده و تربیتگر نسل‌های انسان است. همصنف ما نار و رخشانه در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. در نامیناسیون خواندن و از یاد کردن اشعار ادیبان کلاسیک تاجیک اشتراک نمود و بالاخره جای اول را اشغال نموده آمد. ما همصنفان بسیار از این خرسند هستیم. من نیز به رخشانه پیروی نموده کتاب‌های زیاد خواندم و من امسال سال آینده می‌خواهم در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من در ژانر سرایندگی اشتراک کنم و غالب آزمون گردم. من شهبانی کامران خواننده صنف 8B مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 به نام عبدالرحمن جامی می باشم. باعث افتخار ما طالب علمان صنف 8B است که همصنف عزیز ما نار و رخشانه سال دوم است که غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی می‌گردد. رخشانه توانست خود را همچون دوام دهنده کار بزرگان دیار خویش مثل رودکی عالمگیر و لایق شیرین سخن معرفی نماید. بگذار تا به قله‌های بلند علم و دانش برسد و نامبردار مکتب و آموزگاران و همسبقان گردد. در سال دوم برگزاری آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است همزمان از عائله نارف ها برادر رخشانه رودکی نارف نیز اشتراک فعالانه ورزید و تا به مرحله نهایی راه یافته سزاوار جای افتخاری گردید.
мавриди ёдоварӣ аст ки рӯдаки норов аллакай дар соли 2019 дар озмуни маърифатии библиомарафон дар сатҳи ҷумҳурӣ ҷойи аввалро касб карда буд. سرول منتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رسانیده باشم که ما جوانان و نورسان کتابخوان را هیچگاه نمیگذارند که خار شویم. بهر ما چنین مؤسسه ها، دانشگاه ها، تمام شرایط های مساعد را برای صاحب علم و معرفت شدن ما مهیا کردند. بله درست گفتی. ما نیز این اقدامی پیشوای معظمی ملتمان را سرمشق کار خود گرفته کوشش می نماییم که در آزمون‌های سطح بلند و مثل آزمونی که نو اعلام گردید با نام علم فروغ معرفت اشتراک ورزیده بار دیگر نام مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 و زادگاه رودکی ولایت را بلند برداریم. شاگردان من نور و رخشانه خواننده صنف 8 و نور رودکی خواننده صنف 7 در این آزمون جمهوریوی شرکت ورزیده دانش و ملکه استعداد و هنر خود را نشان دادند و می خواهم که سری چنین خوانندگان در دیار ما در وطن ما زیاد باشد. و شاگردان عزیزم تمام خوشی‌های زندگی را تمنا میکنم. می خواهم در آینده نیز در آزمون جمهوریوی فروغ صنف دانش شرکت ورزیده هنر و استعداد خود را نشان دهم و در بلند برداشتن سویه دانش خود هنر و استعداد خود را نشان داده نامبردار دیار خود گردم، نامبردار پدر و مادر، آموزگاران، مؤسسه و جمهوری ما گردم. اویله در فرهنگ کهن‌بنیاد تاجیک همچون نهاد مقدس اعتراف گردیده است، زیرا بهترین ارزش‌های انسانی از قبیل محبت و صداقت، صمیمیت و وفاداری و همدیگرفهمی و تحملگرایی محض در عائله سالم تشکل می‌یابد و این نقطه همیشه در سیاست پیشگرفته راهبریت سیاسی کشور موقع اولین درجه دارد. عائله نورفا در شهر پنجکند از عائله پیشصف و نمونوی بوده. محض همین عامل باعث تشکل و پرورش چنین فرزندان صالح و پارسا گردیده است. پیام پرزیدنت رو گوش کردم. در اونجا جناب عالی برآمد کرده گفتن که با یک آزمون دیگر دایر به فنهای ریاضی و فنهای دقیق و یک آزمون دیگر تشکیل کردن که مردم، من میگم که مردم رو به کتاب بیارن، رو به علم و معرفت بیارن و فرزندان خود، نبیرگان خود رو یک بار دست یاری رسانن و با آنها چی کم بوده باشد یاری رسانن. من شخصا با نبیرگانم در تمام جا هستم، اشتراک میکنم و برای آنها چی کمدی باشد دسترس میکنم که آنها یک در آینده برای خلق و برای وطن و برای تاجیکان عزیزم خدمت کنند. همین گونه محیط سازندگی عائله، مکتب و جامعه در راه صاحب معرفتی رخشانه و رودکی به آن باعث گردیده است که این دو نورس در فضای ایجادی قرار دارند و تلویزیون محلی شهر پنجکند آریانور همکاری دارند و در یک جایگی راوی برنامه‌های دنیای کودکان، فیض استقلال، کمال استاد غزل ما وارثان رودکی می باشند. پی انشای سد کباب است، سرآغاز تفنن و حساب است. اگر پرسند محفل در چه باب است، کتاب است و کتاب است و کتاب است. سلام و درودی به پایان نثار یکایک شما باشد تماشابینان عزیز و گرامی‌قدر تلویزیون آریانور و مخلصان برنامه دنیای کودکان. چون هر وقت با شما هستم راوی برنامه رودکی نورف. مخصوصا رخشانه میتواند که با بلندترین پایه ها رسد یا یک شاعره نامی باشد، یک سخنور، یک نطاق نامی باشد. ما از نام رخشانه افتخار میکنیم. از رخشانه و رودکی از نخستین محفلی که ما تشکیل کردیم اشتراک میکنند و علاقه شعرهای اینها را ما با کمی تحریر، با کمی یارمندی در گزیت بچگانه شهر پنجکند بال پرواز نشر کنندیم. اینها آینده خیلی خوب دارند. اینها هم ایجادکار هستند، هم اون سخنور هستند، هم راوی هستند. وقتی که رودکی برنامه های کودکان رو میبرد گمان میکنید که یک اکتیوری تماما صاحبی برنامه رو میبرد. این یک هنروری این هست.
برای همین من چون رابری مفید به استعدادی این دو گلی نورس بهای بلند میده. پیشوای معظم ملت هنگام ارائه پیام امساله خود به مجلس عالی کشور قید نمودند که میان ساکنان کشور منبعد با مقصد تقویت و رشد آموزش فنهای دقیق، طبیعی و ریاضی، آزمون علم، فروغ معرفت راه اندازی می‌گردد و طبیعی است که خواهر و برادر رخشانه رودکی تصمیم دارند در این آزمون اشتراک ورزند و در این جاده نیز مهارت و ملکه خود را سنجند. در حقیقت وقتی که من کتاب مطالعه می نمایم خود را در عمق آن در داخل آن حس می کنم. با قهرمان های آن گویا هم صحبت می شوم، سخن می رانم با آنها. آنچه که آنها از سر می گذرانند من نیز گویا از سر می گذرانده باشم. البته برای اشتراک در آزمون سراول مهارت، ملکه، باوری به خود، استاد ورزیده و اینچنین خواندن کتاب‌های زیاد لازم بود. در برابر روی آوردن به علم‌های زبان و ادبیات تاجیک، شعرنویسی اینچنین به فن‌های دقیق نیز دقت مخصوص می‌دهم. عموما من به تمام همدیاران خود، به همسالان خود توصیه دادنی هستم که نسبت به آموزش علم و فن بی‌طرف نباشند. کوشش کنند که بیشتر وقتی خود را به خواندن کتاب صرف نمایند. خیلی شاد از اونم که در چنین محیط تازه، در چنین هوای صاف ما زندگی میکنم و چطوری که خود شما میبینید همه آن کتاب‌هایی که در پیش من هستن از روی نامیناسی ادبیات کلاسیکی میباشد. نیت دارم در سال 2021 از روی نامیناسی خواندن و از بر نمودن آثار ادیبان کلاسیکی شرکت ورزم. تاجیکستان یادگاری روزگاری رودکی است. کامرانیم ز قدر و اعتبار رودکی است. آمدم بعد 1150 باغ قلبم پرگل است، باغ و بهار رودکی است. چطوری که پیشوای معظم ملت در پیام خود قید کردن ما باید به علم و معارف و فرهنگ و زبان خود بی‌طرف نباشیم. در پیام خود یک چیزی بسیار مهمی را قید کردن، گفتند که برای آن شخصانی که به فنهای دقیق شوق و رغبت بی‌اندازه دارند یک آزمون نو اعلام کردن با نام علم فروغ معرفت. من ندارم در این آزمون اشتراک ورزم چون که من با بهای خوب و اعلی همه وقت در مؤسسه از فن الگبرا، متماتیک، فیزیک و گئوگرافیا تحصیل میکنم. ندارم در این آزمون اشتراک ورزیده پیام پیشوای معظم ملت را سرمشق کار خود گذارم.